بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ثم اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، راه‌های پاکسازی قلب. بله، این سلسله برنامه ما و شما است در این ماه شریف رمضان و انشاءالله از ماه شریف رمضان آغاز میکنیم تا اینکه قلب‌های ما و شما پاکیزه باشد. و ماه شریف رمضان برای ما و شما یک فرصت بسیار بزرگ است، چنانه که الله حق سبحانه و تعالی در حق ماه شریف رمضان فرموده است: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه داشتن ماه شریف رمضان برای شما فرض گردانیده شد، چنانه که بر پیشینیان فرض گردیده بود. لعلکم تتقون. مقصد از روزه‌داری ماه شریف رمضان و مقصد از ماه شریف رمضان چیست؟ لعلکم تتقون. در آخر آیت الله سبحانه و تعالی بیان میکند و میگوید تا اینکه از جمله تقواکاران باشید، تا اینکه از جمله متقیان باشید، تقوای ما و شما زیاد شود. و معلوم است که تقوا در کجاست؟ تقوا در دل است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند: التقوى ها هنا و یشیر الی صدره 3 مرات. پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه به قلب خود، به دل خود اشاره نموده گفتند: تقوا اینجاست، تقوا اینجاست، تقوا اینجاست. بله، چنانه که یکی از دانشمندان بزرگوار میفرماید: اگر ما و شما در ماه شریف رمضان قلبها را پاک نسازیم، پس کی قلب خود را پاک میگردانیم؟ برای همین ماه شریف رمضان یک فرصت به نهایت بهترین است. خب انشاءالله در این برنامه ما و شما با اذن الله و با توفیق الله دعا کنید که الله سبحانه و تعالی اولا به بنده و ثانیاً به هر یکی ما و شما توفیق پاک ساختن قلب را الله سبحانه و تعالی برای ما نصیب گرداند و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی این برنامه را برنامه مبارک بگرداند، زیرا به توفیق الله یگان کار برکت ندارد. و انشاءالله در این برنامه اهمیت پاکسازی قلب را خواهیم دانست. اینچنین نوعهای قلب، یعنی قلب‌ها چگونه اند، انشاءالله آشنا خواهیم گشت و اینچنین نشانه های قلب زنده یا قلب پر از ایمان و پر نور را خواهیم دانست. اینچنین قلب‌هایی که خرابزار هستند و قلب‌هایی که پر از نفاق هستند، نشانه‌های اینچنین قلب‌هایی که سنگدل هستند آن را خواهیم دانست و البته راه‌های پاکسازی قلب را و راه‌های اصلاح قلب‌هایمان را خواهیم دانست با اذن الله حق سبحانه و تعالی. و پیش از همه در این ماه شریف رمضان که ماه اجابت دعا است، دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما کمک کند تا قلب‌های ما و شما پر نور، مصفا و پاکیزه گردد. بیایید این طور باشد سرآغاز اهمیت پاکسازی قلب را بدانیم که پاکسازی قلب در نزد الله سبحانه و تعالی چه اهمیتی دارد و خاصتا در این زمان که اکثریت مردم اهمیت جدی میدهند به چی؟ به ظاهر خود، به افت و اندام خود، به زیبایی ظاهر اهمیت میدهند، اما قلبها باشد متاسفانه باطن انسان باشد، جوهر انسان باشد، متاسفانه الله پناه دهد که خرابزار است. بیایید در این ماه شریف رمضان به پاکسازی باطن و جوهر خود کوشش کنیم و اولین چیزی که دلالت به اهمیت پاکسازی قلب میکند این است که قلب ما و شما شاه جسم ما و شما است و امیر تمام اعضاهای ما و شما است. اگر ما و شما صدقاً یک چیز را قلب ما و شما خواهد، همون کار را باقی مانده اعضاهای ما و شما انجام میدهد. اگر ما و شما صدقاً یک چیز را اراده نکنیم، یک چیز را نخواهیم، هرگز یگان اعضاهای ما و شما به حرکت نمی‌دراید. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم همین مفهوم را تأکید کرده می‌فرمایند که ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در بدن انسان
یک گوشت پاره هست که اگر همون گوشت پاره درست شود، اگر همون گوشت پاره صحیح شود و پاکیزه شود، تمام اعضاهای انسان درست می شود. و اگر خدا نکند که همون گوشت پاره فاسد شود و ویران شود، تمام اعضاهای انسان ویران و نادرست می شود. می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک نفر اشاره نموده، می گویند لو خشع قلبه لخشعت اعضاؤه. اگر قلبش فروتن می شد، تمام اعضاهایش فروتن می شد. می گویند اینچنین قلب ما و شما نظرگاه الله است. الله حق سبحانه و تعالی چنانه که در حدیث صحیح آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم و الى قلوبكم. الله حق سبحانه و تعالی به جسم شما، به صورت شما نظر نمی‌کند، اما الله حق سبحانه و تعالی به چی نظر می‌کند؟ به اعمال شما و به دل شما، دلهای شما نظر می‌کند. اینچنین قلب ما و شما خانه ایمان است و جای تمام عملهای بزرگ است. ببینید ایمان ما و شما در کجاست؟ در قلب ما و شما، در دل ما و شماست. در دل جایگیر می شود. اخلاص در کجاست؟ در دل ما و شما جایگیر می شود. محبت در کجاست؟ ما و شما با دل دوست می داریم، در دل است. اخلاص و فروتنی و شجاعت، دلیری، تمام عملهای بزرگ جایگاهش کجاست؟ این دل ما و شماست. اگر دل ما و شما پاکیزه و منور باشند، پر از این عملهای بزرگ می شود. اگر دل ما و شما خدا نکند که خرابزار باشد، دیگر تاریکیزار باشد، کجا ایمان در آن نور ایمان جایگیر می شود؟ کجا اخلاص و کجا محبت و کجا شجاعت و دلیری و دیگر عملهای بزرگ دیگر جای نمیماند برای آن. بنابراین شیطان که دشمن اشدی ما و شما هست، هدف اولینش قلب ما و شما را قرار داده است. ببینید الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان آن است که در دلهای مردم وسوسه میکند. یعنی وسوسه شیطان و هدف اولین شیطان هم دل ما و شما را قرار داده است. برای همین قلب ما و شما و پاکیزه بودن آن بسیار مهم است. بنابراین روز قیامت تصور کنید الله حق سبحانه و تعالی میگوید یوم لا ینفع مال ولا بنون. روز قیامت روز است که یگان چی، نه مال و نه فرزندان، یگان چی فایده نمی بخشد. میگوید الله چی فایده می بخشد؟ نه پدر و ما و شما، نه فرزندان، نه منصب ما و شما، نه مال و ملک و نه بایگری ما و شما، یگان چی فایده نمی بخشد الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر نفری که با دل سالم، با دل پاکیزه، پاکیزه از شرک، پاکیزه از گناه، پاکیزه از همه آلوده ها و بیماری های دل، ان همون نفری که با قلب سالم می بیاید، ان همون فقط منفعت می بخشد. بنابراین عزیزان، شرط اساسی در آمدن جنت هم این قلب پاکیزه است، قلب سالم است، قلبی که پرنور با نور ایمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید چی میگویند در حدیث مبارک خود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. به جنت داخل نمی شود، هرگز به جنت داخل نمی شود کسی که در قلبش، در دلش یک مثقال، یک ذره میده ترین مثقال هم کبر داشته باشد. انسانی که یک ذره بیماری دارد، یک ذره آلودگی در قلبش هست، نعوذ بالله وارد جنت نمی شود. برای همین روز پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها نشسته بودند که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنند، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند حاضر یک مرد به شما داخل می شود که از اهل جنت است. که یک مرد، یک صحابه
در آمده می آیند. روز دیگر هم باز همین خیل نشسته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حاضر یک مرد وارد می شود که به شما از اهل جنت است. باز همان نفر در آمده می بیاید. سیوم روز هم همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه نشسته بودند و میگویند الان به شما یک مرد وارد می شود که از اهل جنت است. باز همان نفر در آمده می بیاید. و سپس عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما بعد شنیدن بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم از قفای آن صحابه می روند و درشان را می کوبند و می گویند ای برادر عزیز، من با پدر خود ناگپی شدم، اگر اجازه فرمایید یک چند روز همراه شما باشم تا بین من و بین پدرم صلح آید. صحابه اجازت می دهند. یک چند شب می بینند که عبدالله این صحابه بزرگ یگان عملی فوق‌العاده انجام نمی دهند. همون نمازی که عبدالله ابن عمرو می خواندند، همون نماز، همون عملها، همون ذکرها. بعد یک چند روز عبدالله می گویند ای برادر عزیز، واقعا من با پدرم ناگپی نیستم، اما من رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که 3 روز پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الان به شما یک نفری وارد می شود که از اهل جنت است و 3 مراتب شما وارد شدید و خواستم بدانم که شما کدام عمل بزرگ را اجرا میکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را به جنت بشارت دادند. صحابه هم حیران میشن و من هم دیدم که یک چند روز شما یگان عمل فوق‌العاده نداره. صحابه هم تعجب میکنند، میگویند والله نمیدونم، اما من یک عمل را میدونم که شاید سبب بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم گشتنم باشد. آن عمل چی باشد؟ ببینید، میگویند من وقت شبانگاه میشود و پیش از خواب کردنم قلب خود را صاف و بی‌غبار میکنم و در قلب من ذره نسبت برادرانم کینه و عداوت یا بغض و بدبینی نمیگذارم. ببینید چقدر عمل بزرگ. با زبان گفتنش آسان است اما در عمل بسیار مشکل است. و بیایید دوستان عزیز در این ماه شریف که ماه اجابت دعاها است دعا کنیم، صدقاً دعا کنیم، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود می‌فرمایند للصائم عند فطره دعوة لا ترد. روزدار وقت افطار، هنگام افطار یک دعایی دارد که هرگز رد نمی شود. الله حق سبحانه و تعالی اگر ما صدقاً دعا کنیم، الله حق سبحانه و تعالی حتما اجابت میکند. دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی قلب‌های ما و شما را پاکیزه و قلب‌های مصفا بگرداند و پر از ایمان و پر از محبت به دین خودش و به رسولش و به اهل ایمان بگرداند. همچنین در سجده های خود دعا کنیم، در شبانگاه ها وقت قیام اللیل میخیزیم، وقت نماز تهجد میخیزیم، وقت صبحگاه میخیزیم، در سجده های خود دعا کنیم، زاری کنیم، التجا کنیم که پروردگارا قلب مرا قلب بگردان که پاکیزه، قلب طاهر و قلب منور بگردان. و ان شاء الله الله حق سبحانه و تعالی این ماه عفو و مغفرت است، ماه اجابت دعا است. حتما الله حق سبحانه و تعالی دعاهای ما را اجابت خواهد کرد و ان شاء الله در برنامه‌های آینده نشانه های قلب مؤمن، قلبی که پر از ایمان است، نشانه های آن را خواهیم دانست. الله حق سبحانه و تعالی همیشه یار و مددگارتان باشد. تا برنامه آینده، الله یار و مددگارتان.